با مهمترین خبرگزاری‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. با مقصد آشنایی و وضع زندگی مردم اینچنین رفت کارهای ساختمانی در انشاءات‌های اجتماعی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با جماعت دهاتی رودکی سفر کاری انجام داد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با جماعت دهاتی رودکی سفر کاری انجام داد. در رفت سفر کاری از بنیاد و تعمیر و تجدید یک قطار انشاءات‌های تعیناتی اجتماعی دیدن نمود. مورد با یادآوری است که در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با استفاده از سرچشمه‌های گوناگون مبلغ‌گذاری ساختمانی انشاءات تعیناتی گوناگون و تجارتی در جماعت دهاتی رودکی با وسعت ادامه دارد. از جمله در دهه مرغیدر با رفت بنیاد مرکز سودای صاحبکار اسلام اماموف که از سردخانه مرکز سودا و تالاری معرکه و مراسم عبارت است دیدن نموده برای در مهلت انجام دادن کارهای آرایشی دستور داده شد. در ادامه باشد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 7 که به نام نخستین سردبیر نشریه شورای عالی مملکت صدای مردم مرادالله شیرعلیزاده را دارد دیدن نموده برای تعمیر و تجدید درآمدگاه و صحن صنفخانه‌ها نیم پیکره و آرامگاه و خانه‌موزی او دستور داده شد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 دهه زیر حصار به نام مستان شیرعلی که سال روان 90 سالگی این شاعر نامور و نوآور تاجیک با برگزاری کنفرانس و محفل‌ها تجلیل کرده می شود. کارهای اساسی بنیاد تالاری ورزش، خانه‌موزی شاعر و آبادانی صحن تعلیمگاه انجام یافته حال کارها در درآمدگاه آن ادامه دارد. در جریان سفر کاری اینچنین رفت بنیاد مرکز سلامتی و بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 دهه نیگنات به نام فیض‌الله انصاری کشیدن خط نوی برق برای کارگاه‌های استخراج انگشت و قلعگی در حدود جماعت دهاتی رودکی و ورود دیدن گردیده برای وسعت دادن کارها به مسئولین سفارش داده شد. در ادامه رئیس شهر همچنین از موضع‌های سری دشت، بید حیران، شورخاک، سنگ سفید، محراب، کمکی و چشمه سیب که با سرمایه شریکان رشد آنجا با کشیدن خط آب از مسافه 3.5 کیلومتر بیش از 80 هکتار زمین للمی آبیاری و در آینده باغ بنیاد کرده می شود بازدید نمود. گزارش مرتبه رحمانوه و شاحسین صالح. در روز نخستین سفربری جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان زیاد از 400 نفر جوان پسران از شهر و دهات پنجکند بهر حفظ وطن با تنطنه رهسپار کرده شدند. در رابطه با تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1998-2007 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی مراسم با تنطنه گسیل جوانان به خدمت حربی شروع گردید. صبح امروز ساکنان شهر پنجکند از خرد تا بزرگ به کوچه و خیابان مرکزی برآمده برای گسیل نوسکران به صف قواهای مسلح کشور آمادگی می‌دیدند. در نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی با اشتراک معاونان رئیس شهر، مسئولین اداره و مؤسسه‌ها، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نوسکران و والدین آنها همایش تنطنوی برگزار گردید. در همایش به همه دعوت شوندگان و والدین آنها برای سری وقت حاضر شدند به کمیسریات حربی و برای اجرای نقشه دعوتی تیرماهی به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس کرده شد. من اسرافیل زاده ولیم جان اسماعیل شهروند شهر پنجکند جماعت دهاتی رای شهر دهه نوآباد پس از ختم دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان از فاکولته حقوق‌شناسی و دانشگاه بین‌المللی کیپر در خارج کشور داخل شده با سر بلند دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نموده. با درکی بلند احساس وطن‌دوستی طرز فرزندی وطن را احساس نموده با خواهش اراده خود و خدمت مادر وطن آمده به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدند. خدمت به وطن، خدمت به مادر طرز شهروندی هر یک جوانمرد جمهوری تاجیکستان بوده. طرز فرزندی برای وطن مادر میباشد. من خودم معالج ارزخور به صف قوه‌های مسلح جمهوری
توجیکستان داخل شدم. دو اکای من در خدمت حربی شجاعانه خدمت نموده است. من سیمین فرزندی میباشم که به صف قوای مسلح با خواهش خودم و وطن خودم صادقانه خدمت میکنم. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده. بعداً معاون اولین رئیس شهر صبور صابرزاده سخنرانی نموده از نام رئیس شهر همه حاضرین را به این چاره‌بینی خوش آمدید گفته اظهار نمود که خدمت در صف ارتش ملی تاجیکستان دلیل درک عمیق رسالت شهروندی و مهر و محبت گرم و صمیمی جوانان نسبت به وطن مادر می باشد. امیدوار هستیم که جوانان شجاع و دلیر شهر پنجکند دعوت تیرماهی را با سر بلند جنبست نموده برای خدمت صادقانه به وطن رهسپار می‌گردند. مورد به قید است که امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برابر بهتر گردیدن شرایط معیشی افسران و سربازان همزمان در قسم‌های حربی همه ساختارهای نظامی مملکت شرایط خوب بود و باش و ادای خدمت فراهم آورده شده است. از این لحاظ هر جوانی خودآگاه و خویشتن‌شناس و پاک وجدان و با اراده را ضرور است که وظیفه اولین درجه خویش خدمت به وطن را وظیفه شهروندی و انسانی دانسته این رسالت بزرگ جوانمردی را با مسئولیت بلند اجرا نماید. برنامه فرهنگی آماده نموده بخش فرهنگی مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر خاطر حاضرین را بالیده گردانید. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف، شاحسین صالحوف و طلبشاه تاشف. امروز در یکی از جماعت‌های کلانترین شهر جماعت دهات سرزم جماعت تنتنوی بخشیده به گسیل نوسکران به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در آن معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی اشتراک و سخنرانی نموده از نام رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به اهل جماعت برای اشتراک فعالانه به این معرکه مهم سیاسی عرض سپاس نمود. من از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند و همه پدر و مادرانی که امروز فرزندان خود را به صف قوای مسلح سفربر نمودند میانه‌داری می‌نمایند، زیرا که هر یک شهروند عهده‌دار است که رفته برای خدمت به وطن سهم خود را گذارد. در این جوان پسران که نشستند ما امید داریم که همه با سر بلند و خدمت رفته باز با سر بلند به نزد پدر و مادران میرسند و همه اون شخصانی که برای سفربر نمودند سهم خود را گذاردند و فعالان جماعت و کارمندان جماعت و راهبر جماعت که باعث زن بودنشان همساله در بین جماعت‌ها پیش‌صف می‌باشند و این هم باعث افتخار است که زنان برابر مردان کار و فعالیت میکنند. من در اینجا پدر و مادران نشستند، سابقه داران نشستند. من عرض میکنم که همه سابقه داران با یک دعای نیک خود با یک دعای نیک مادرانه خود فرزندان خود را سفربر نمودند و ما باز باور داریم که بعد از سفر آمدن اینها باز برای سهم گذاشتن برای رشد جماعت خود شهر خود سهم خود را میرسانند و همه شایان تنصیحاتی سربلندی را تمنا دارم. رئیس جماعت دهات سرزم دلنواز سلطان و ابراز نمود که جوانان باننگ و ناموس وطن امروز اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر گردیدند. سرسپرد نفر جوانان شجاعی وطن‌دار جماعت دهات سرزم با خواهش خود در مسیر اول به خدمت حربی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان فرستاده می‌شوند. باید قید کرد که در این چهارمینی مهم سیاسی از دهه سال‌آمد 12 نفر، یک کسد 7 نفر، حفظه جلو 5 نفر، عبدالصمد 4 نفر، چوبان 4 نفر، رجبی 4 نفر، نوری زندگی 3 نفر، استاندر 2 نفر، سرلومه 9 نفر، احمد 2 نفر، شیرپالر 2 نفر، عوضلی 2 نفر، ترکمان 2 نفر، از دهه‌های مهر حوزه کشورچه استاندری که پایان سرلومه خود یک نفر میباشد و پدر مادران و فعالان دهه‌های کشور میانه‌داری خود را بیان می‌نمایند. والدین نودعوت شدگان با شکرگزاری از دولت صاحب استقلال و وطن تنج و آباد به فرزندان خویش دعای نیک دادند. باید قید نمود که شخصان سخاوت پیشه جماعت دهات سرزم برای جوانانی که امروز
به خدمت مادر وطن میروند دسترخوان ایدانه آرستند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که شعار جوانان باننگ و ناموس پنجکنت باستانی که با درک بلند حس وطن دوستی و خویشتنشناسی آماده خدمت هستند یک است. خدمت را از دل و جان میکنیم، جان فدای تاجیکستان میکنیم. برنامه را ادامه می‌دهیم. همسالت در تمام قلمروی کشور هفته اولی ماه اکتبر همچون روزی آموزگاران تجلیل کرده می شود. در شهر بوسنی پنجکن نیز این سنه خوش و خاطرمند تجلیل کرده شد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه در سخنرانی‌های خود اوید به مقام و منزلت آموزگار حرف میزند. در یکی از برآمدهای خود تاکید نمودند که ما وظیفه داریم آموزگاران و دیگر کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی را باز هم بیشتر دستگیری و منزلت و آبروی آنها را بالا برداریم. این است که در برابر دیگر کشورهای جهان جمهوری تاجیکستان روز آموزگار را همه‌ساله با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می نماید. بخشیده به این صنایع فرخنده در کاخ فرهنگی شهر پنجکند به نام عالم بابایف جمع آمد ایدانه برگزار گردید. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی پیام شادباشی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده را به حاضرین ارائه نموده از مقام و منزلت معلم و رشد ساحه معارف حرف زد. تاکید گردید که پایه بزرگ مستحکمی هر یک دولت از ساحه‌های معارف و تندرستی عبارت است. اگر مردم با مدنیت و با فرهنگ و سالم باشند پس دولت رشد خواهد کرد. پیشرفت و رشد اجتماعی و اقتصادی هر یک کشور از مهنت و زحمت‌های شبانه‌روزی معلمان و علم آموزی شاگردان نیز وابستگی دارد. آموزگار برای ما راهنما و هدایت کننده است. گاه سختگیر و گاه ملایم کار ولی همیشه غمخوار و حلیم و مهربان، عاقل و دانا و مصلحتگر و نصیحتگر است. او برای نسل نورس فضیلت‌های خوب انسانی را می‌آموزاند. او نیکخواه و عبرت آموز بوده می‌کوشد هر شاگردش در زندگی در راه راست قدم نهد. کسب آموزگاری این خود کسب پرشرف و پرمسئولیت است. با مقصد دستگیری و غمخواری هر سال از بودجه دولتی نصف زیاد فائز بودجه مقامات محلی برای رشد این ساحه مهم اجتماعی جدا کرده می شود. باید یادآور شد که امروزها در شهر و دهات پنجکند در 138 مؤسسه تعلیمی نزدیک 5000 نفر آموزگاران با تجربه و کاردان و بیش از 72000 نفر خواننده تعلیم و تربیه می دهند. می گویند نخستین معلم در زندگی این مادر است. قدم نخستین راست ما را مادر نشان می دهد. اولین کلمه نیز این مادر است و اگر ما گاه تا وقتی به مکتب رفتن به خطاگی راه دهیم پس مادر آن را اصلاح می کند. معلم مثل مادر نیز شاگردان را با آداب و تربیه به وایه می رساند. علم آموزاند. جهان بینی اش را وسیع گردانده در زندگی برای انتخاب کسب یاری می رساند. پس می سازد که ما مهنت و زحمت های آنها را قدر نماییم. زیرا معلمان در علم آموزی، تعلیم و تربیه و بلند برداشتن سویه دانش خیلی و خیلی زحمت می کشند. با مقصد قدردانی زحمت و مشقت معلمان چند از آموزگاران مؤسسه های تعلیمی شهر و دهات پنجکند با نشان اعلاچی معارف و علمی تاجیکستان افتخارنامه و سپاسنامه ها سرفراز گردانیده شدند. در انتها از طرف بخش فرهنگی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی برنامه فرهنگی و ادبی منظور گردانیده شد که آن پر از مهر و صمیمی به معلم بود. روز آموزگاران یکی از روزهای مهم و پر افتخار برای جامعه به حساب می رود. در این روز زحمت و مهنت آموزگاران قدردانی کرده می شود. زیرا آنها راهنمای اساسی نسل‌های نو بوده دانش و معرفت و اخلاق نیک را به شاگردان می آموزند. روز آموزگاران در کشورهای گوناگون در سنه‌های مختلف جشن گرفته می شود. در تاجیکستان همه ساله این روز را با احترام و شکرگزاری تجلیل می کنند. در مکتب‌ها
و دانشگاه‌ها، چاره‌بینی‌ها، واخوری‌ها و برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌شود که در آنها شاگردان با سخنان سپاس، شعر، سرود خاطر آموزگاران را قدردانی می‌نمایند. ایا استاد، از خاطر فراموشت نخواهم کرد. چراغ در دل شاگرد خاموشت نخواهم کرد. مرا در زندگی آینه پاک است پند تو، مرا فخر است پیمودن راه پست و بلند تو. خیلی که به همگان معلوم است هفته اول ماه اکتبر همه ساله در سرتاسر جمهوری عزیزمان تاجیکستان چون هفته آموزگار جشن گرفته می شود. اینک می خواستم از نام خودم و از نام کل کتابداران کتابخانه مرکزی آموزگاران را که یکی از وظیفه های پرشرفترین جامعه بر دوش آنان است تبریک نمایم. روز آموزگار، جشن کسب پرشرفتان مبارک باشد. آموزگاران نه تنها علم آموزانند بلکه انسان را برای زندگی آماده می‌سازند. آنها ارزش‌های والای اخلاقی، مهنت دوستی و وطن دوستی را به نسل‌های جوان می‌رسانند. از همین جاست که مقام آموزگاران در جامعه همیشه بلند دانسته می‌شود و نقش آنها در پیشرفت ملت بزرگ است. روز آموزگاران روز احترام به زحمت پرمشقت استادان بوده. هر یک ما باید در این روز و هر روز به آموزگاران خود منتدار باشیم. گزارش غیب الله محمدیوف، خیام جوریف. در طور مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولت شهر پنجکند شورای مقامات حفظ حقوق برگزار گردید که در آن اساساً مسئله رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه، صدمه‌های نقلیاتی، تنبشوی واسطه‌های نقلیات و مانند اینها تحلیل و بررسی گردید. گزارش مفصل از رفت کار شورا در برنامه بعدینه پیشکشتان می‌گردد. در کاخ فرهنگ شهر پنجکند به نام علیم بوبویف کنفرانس علمی عملی بخشیده به روز سیاحی با اشتراک وسیع نمایندگان کسب و کار گوناگون برگزار گردید. سنه 27 سپتامبر همه ساله در سراسر جهان همچون روز عمومی جهانی سیاحی جشن گرفته می شود. بخشیده به روز عمومی جهانی سیاحی از جانب فاکولته منیجمنت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند محفل تعلیمی علمی برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور در کاخ فرهنگ دایر گردیده در آغاز مهمانان از نمایش هنرهای مردمی که بعضی از آنها که از جانب هنرمندان دایر گردید دیده نموده به آن بهای بلند دادند. در چاره‌بینی مذکور معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی، سردار بخش رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند اسرائیل زاده نظیره، دیرکتوران یکچند مهمانخانه‌های شهر، نمایندگان شرکت‌های سیاحی شهر پنجکند اشتراک نمودند. در آغاز محفل معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی به سخن برآمده قید نمود که شهر پنجکند در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توجه به رشد سیاحی چون ساحه شغل‌آفر و فایده‌آفر پیوسته می‌افزاید. کشور ما با یادگاری‌های تاریخی، منظره‌های ناتکراری طبیعی، کوه‌های آسمان‌بوس، اینفراساختور رشد یابنده سیاحی مورد توجه سیاحان قرار گرفته است. بعداً از جانب ریاست دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند عزیزف خسرو و مدیر بخش رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسرائیل زاده نظیره، صدیق زاده قمر دکان فاکولته منیجمنت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند همچنین مهینه دانشجوی سال دومی فاکولته منیجمنت سخنرانی نمودند. روز عمومی جهانی سیاحی در شهر پنجکند همین گونه با تنتنه و خاطرمون جشن گرفته شد. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهیم. خیر، شاد و پیروز باشید.